اگر موافق باشید میخوایم یک شعر محلی و یک موسیقی محلی رو بشنویم از یک دوست هنرمند خوبمون جناب آقای گرگی. هفتم خرداد ماه سفر، هفتم خرداد ماه سفر، جورت درگی و مبا کر و فر، جورت درگی و مبا کر و فر، اور غلیظی و قرم بایرا، باد شدیدی و دما فرصدا، من که نزونم چه دوری و با، طولک شاهد چه وفوری و با، طولک شاهد چه وفوری و با. بشوت و بشخست برش رید سخت، بشوت و بشخست برش رید سخت، گندم یه شفتر و ما و درخت، گندم یه شفتر و ما و درخت. من چی باوجم که چه کارش بکر، من چی باوجم که چه کارش بکر، دست کلنگ شاخ چنارش بمه، دست کلنگ شاخ چنارش بمه. هسته و زور رنگ و کیا و کوان، هسته و زور رنگ و کیا و کوان، میخه و تیجگاه گل دل گذن، لونجه و دشتاله و واریهن، لونجه و دشتاله و واریهن، بیشه و محروم بیشه در سین، بیشه و بخنام سین. تخت تز و برزویی و پاپوکن، تخت تز و برزویی و پاپوکن، کوچه و قاشو درم و جورکن، کوچه و قاشو درم و جورکن. بشت کمر لیل و بروانیون، بشت کمر لیل و بروانیون، مرزجی و بیلور و جمیون. هرد و تلیک و گل و پاکش بکن، هرد و تلیک و گل و پاکش بکن، خوب که یک بار هلاکش نکن. مردم گوش کن ز صغیر و کبیر، تخت کش و گیوچن و دورگیر، پیلور و پرزگر و رنگ رش، حامل حامل که شقم جمعه. روی تو الان خواگه نما در به در، پای پتی دست تو های خونجگر. نون پوز عالی که فزرتی ببو، نون دوم نازک که چلزبی ببو، پشت یقب پیش کلون لغ ببو، چرک و عرب در فرنون جغ ببو. زلف کج دنبه بزید تد ببو، زلف کج دنبه بزید بوز ببو، بشکلک پشت لبی خط ببو، بشکلک پشت لبی خط ببو. گیوه کاشی چیچی شستی، لشکتنه گرداب و دنبه وطی. بالش و بوتی سگک دار جیر، بالش و بوتی سگک دار جیر، شبرو و باپوش طرفدار غیر، پالتو و بی آستر و بی رونکی، تنمون تنگی که اشد زورکی. بند و باول لنگ و ولنجش بمه، پاک بشو منزل هاری سنم، پاک بشو منزل هاری سنم. صابون عطری که بشو زوج بمه، صابون عطری که بشو زوج بمه. اردلو که بیخ شطور وج بمه، اردلو که بیخ شطور وج بمه. چادر چرخی عبایی کشو، خش و فش ناز گدایی کشو. زلف و گل زیر گلو سینه ریز، خال کنار لبه بی بی تمیز. پاک بشو ذلت و خواری به من، پاک بشو ذلت و خواری به من. آستر مجنون بر کاری به من، قند عروسی بر گیرش نته، قند عروسی بر گیرش نته. نون درستی رو گیرش نته. کار خدا خوب تماشا بکه، کار خدا خوب تماشا بکه. پاک تو خود پرده و حاشا نکه، کار خدا خوب
معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم. بسیار عالی بود. خیلی خیلی متشکرم از جناب آقای گرگین عزیز که یاد و خاطره اون سال سیل رو حفظ کرده. البته یه شعر زبان محلی هم بود مال سال سیل برزوک بود. من هر چی دارم فکر میکنم از این 4 مصرع 3 مصرعش بیشتر یادم نمیاد. حالا میخونم اگر کسی تو ذهنش بود مصرع 4 رو بگه. حالا اون سال سیل 7 خرداد 1309 شما، سال 1335 هم مثل که برای منطقه برزوک اتفاق میفته که خیلی خانمان برانداز بوده. تیر ما و تیر رو برف بر من این نیمه رو بشکش گله عمو حسن چلو. مثل آخر هر چی فکر کردم یادم نیامد. آره والله بالله نه جمهورم. خیلی متشکرم. خب خیلی خوبه که ما این سنت ها رو حفظ میکنیم و سینه به سینه به فرزندانمون منتقل میکنیم. واقعا تقدیر میکنم از فکر خوب شورای اسلامی شهر و شهرداری جوشقان قالی و عزیزانی که به این دوستان کمک کردن تا این همایش زبان محلی ویروار برگزار بشود انشاءالله. خب یکی از اتفاقات خوبی که در راستای حفظ همین فرهنگ و آداب و آیین و رسوم رخ داده است توسط یک دانشجوی جوشقانی است و این ماحصل و این نتیجه کار منتج به چاپ یک کتاب شده است که حالا میخوایم برنامه رونماییش رو داشته باشیم. اگر دوستان مهیا هستن انجام بدیم. اگر طول میکشه من یک شعر رو بشنویم و آقای دکتر هم صحبت کنم و بعد ان شاءالله رونمایی انجام بدیم. خیلی خوب. اما میخوام دعوت کنم توی این فاصله چون مرتبط هست سخنران بعدی ما با چاپ این کتاب و راهنمایی‌های این بزرگوار، این قسمت رو همزمان با هم جلو خواهیم برد و امیدوارم که شما هم با همین سکوتی که ما ازتون توقع داریم همراه ما باشید. میخوام دعوت کنم در این فرصت از مدیر گروه محترم رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان استاد ارجمند و فرهیخته گرامی جناب آقای دکتر شجری عزیز و بزرگوار محبت بفرمایید ایشون با تشریف خودتون تا جایگاه همراهی کنید. من قول میدم که خیلی ایجاد تسلیح و مزاحمت نکنم. یه چند دقیقه فقط درباره کار خانم حیدری من توضیح میدم و بعد رونمایی کتاب ارزنده ایشون هست. قبل از این که به معرفی این کتاب بپردازم یه خاطره ای رو که یکی از همکاران خودم نقل میکردن میخوام فقط بیان بکنم برای اینکه اهمیت زبانها و گویشها و خرد فرهنگها مشخص بشد. یه دقیقه توجه بکنید. یه همکاری داشتیم که در لندن تحصیل کرده بود. ایشون میگفت زبان انگلیسی با همه قدرتی که دارد و با همه نفوذی که به کشورهای مختلف دنیا کرده است و به خصوص در سده گذشته، میگفت در حاشیه لندن یه بخش کوچیکی است یا یه روستایی، اشتباه از من است، میگفت که این روستا یه گویش خاصی رو دارن. انگلیسی ها برای اینکه این گویش زنده بماند، حفظ بشد، تمام سعی و تلاش خودشون رو میکنن. شاید گویشوران این زبان هم مثلا بر فرض 1000 نفر یا 2000 نفر بیشتر نباشند، اما میگفت یک شبکه تلویزیونی راه انداختن مختص همین گویشی که گویشورش مثلا بر فرض حالا 1000 نفر یا 2000 نفر بیشتر نیستن، برای اینکه زبان خودشون را حفظ بکنن. چرا؟ چون زبان آینه فرهنگ ماست، زبان تکیهگاه تفکر ماست، زبان راهی است به سوی کشف تاریخ ما، فرهنگ ما، تمدن ما. حالا من نمیخوام خیلی این را باز بکنم چون این موقعیت و این جلسه اجازه را نمیداد. یه دوست دیگه داشتیم، همکاری دیگه داشتیم که تحصیلات خودش را توی مسکو انجام داده بود. من باز این را نقل میکنم از قول ایشون. ایشون میگفت من در دانشگاه مسکو بودم که یک دانشگاه مشهوری بود. استادان اونجا، میدونید کرسی های زبانشناسی در دانشگاه مسکو خیلی فعال است. بعضی از تحقیقاتی که حدود 50 سال پیش
توی همین اطراف کاشون، توی قهرود، توی ابوزیدآباد اینها انجام شده است. بعضی از همین مستشرقینی بودن مثل ژوکوفسکی، نمیدونم برفرض اورانسکی و دیگران که اومدن فقه اللغه رو اینجا بنیاد گذاشتن. اینها راه تحقیق زبان شناسی را و تاریخ زبان را به ما یاد دادن. ایشون میگفت اونجا از من پرسیدن اهل کجایی؟ گفتم مثلا از فلان روستا. گفت میدونیم ویژگی های زبانی این روستا چی است؟ گفتم نه من نمیدونم. گفت پس بیا من بهت نشون بدم. یه پرونده آورد برای من، گفت ببین این پرونده فلان روستای شماست، ما اینجا داریم. این مختصات آواییش، این مختصات صرفی و نحویش، اینم مختصات واژگانیش. میگفت من اونجا خیلی حسرت خوردم، من به عنوان یک گویشور اون زبان اینها را بلد نبودم، ولی توی مسکو اونجا روی زبان ما کار کرده بودن و مقاله و کتاب و نمیدونم برفرض پایان نامه نوشته بودن. اینها درد ماست، اینها ضعف ماست. این بخشیش برمیگردد به دانشگاهی که در واقع من مدیر گروه زبان و ادبیاتش هستم، بخشیش برمیگردد به شما مردم، بخشیش برمیگردد به جامعه. باید همت بکنیم این زبانها را زنده نگه داریم و برای زنده نگه داشتن این زبانها باید کار بکنیم. این یه بخشی از کار هست. بخشیش باید توی دانشگاه انجام بشد، باید تحلیل بشد، باید ویژگی های آواییش، ویژگی های صرفی و نحویش، مختصات نحویش، علت تبدیل نمیدونم همخوانها و صامتها، این کاریست که در واقع ما شروع کردیم توی دانشگاه و در دانشگاه های دیگه هم انجام میشد. توی دانشگاه انجام دادیم. یه نمونهش همین خانم حیدری هست که خودش دانش آموخته فرهنگی این منطقه هست و زبان و گویش و ویژگی های دستوری این منطقه رو کار کرده است. چند تا پایان نامه دیگه هم تو این زمینه کار انجام شده است، ولی اینها کارهای ابتدایی و بنیادین است. نمیگیم کارهای ایدئال هست، نمونه هست. اون استادانی که در دانشگاه کاشان هستند یا در دانشگاه دیگر هستند شاید ندونند اون ویژگی های نمیدونم برفرض زبان را، ولی میتونن راهنمایی های کلی را بکنن. میتونن 4 تا کتاب زبان شناسی خوب، میتونن 4 تا کتاب مثلا برفرض در زمینه فرهنگ ایران باستان که این واژه، این جمله چگونه و چه سیری و تحولی را طی کرده است رسیده است به اینجا. این کارها باید انجام بشد، علمی بشد، آکادمیک بشد. خانم حیدری یه پایان نامه‌ای رو نوشتن. یک بخشش همین بخش ویژگی های آوایی و صوتی است. یعنی نشون دادن کاری که در واقع دوستان دیگه شاید نکردن یا کمتر کردن، ضمن احترام به همه عزیزانی که تو این زمینه کار کردن، آقای زرگری، آقای نقدی، آقای دکتر رزاقی، از همه اینها واقعا باید صمیمانه سپاسگزاری کرد. ولی باید اینها هنوز آغاز کار هست، هنوز باید اینها. آقای دکتر ثمره یکی از زبانشناساست، میگفت 10 سال ما روی یک زبان گاهی موقع کار میکنیم تا ویژگی های آوایی و صوتی یک زبان را بتونیم کشف بکنیم. تو لابراتوارها میان سالها زحمت میکشن، با ضبط صوت ضبط میکنن این آوارا چجوری این صوت تلفظ میشد، این او هست، این آمو هست، این آروس هست، این چی است، این مصوت مرکب است، این نمیدونم چی. خانم حیدری 12 تا مصوت تو این زبان کشف کرده است. زبان فارسی معیار 6 تا مصوت دارد، ولی زبان جوشقان، زبان ابوزیدآباد، ایشون 12 تا مصوت کشف کرده است که چند تاش لااقل مصوت های مرکبن. 23 تا همخوان یا صامت هست که در واقع خب اینهاش خیلی هاش مشترک است. علت بعضی از تبدیل های صامت ها و مصوت ها را در واقع بیان کرده است، ولی تو این زمینه هنوز جای کار دارد اینها و باید بیان بشد. پیشوندها را، پسوندها را. جالب اینجاست که بدونید زبان شما مردم هنوز جنس خودش را حفظ کرده است. هنوز شما اسم مؤنث دارید، هنوز شما اسم مذکر دارید. این ویژگی در دوره میانه حتی در زمان ساسانی ها نبوده است، در زمان اشکانی ها نبوده است. یعنی نشون میداد که بعضی از مختصات این زبان بازمانده دوره باستان است. یعنی در دوره باید هخامنشی ها، در دوره مادها برید سراغش. جنس دستوری در دوره میانه از بین رفت.
ولی شما در زبانتون هنوز اگر خواسته باشید مثلا برفرض اسمی رو مذکر به کار ببرید، اگر میفهمید اگر گفت شیره یعنی مذکر، اگر نمیدونم مرجنه میشه مثلا برفرض مؤنث. اینها ویژگی است که باقی مونده است. شما هنوز نشانه جمع اون رو حفظ کردید. این اونامی که در ایران باستان بوده است به صورت اون به عنوان جمع هنوز باقی مونده است. شما هنوز میگید کوشکون، شما هنوز میگید رزون یا رزیون، یعنی این نشانه از دوره باستان به جا مونده است. و حتی در دوره میانه در زبانهای معیار اینو ما نداریم. این ویژگی هایی بوده است. حالا خیلی بحث های مفصل دیگه و کاری دیگه که خانم حیدری کرده است، مقایسه کرده است زبان جوشقانی را با بعضی از زبانهای اطراف، با زبان میمه، با زبان قهرود، با زبان کامو، علی‌رغم اینکه اینها در واقع اینها از یک درخت هستند ولی خودتون میدونید که اختلافاتی با هم دارن. و باز بعضی ها را مقایسه کرده است با زبان زرتشتیان یزد، مشابهاتی پیدا کرده است، اختلافاتی پیدا کرده است با زبان زرتشتیان یزد بهدینان، و بعضی از اینها رو مقایسه کرده است حتی با زبانهای انگلیسی. ولی این کار تموم شده نیست، هنوز جای کار بسیاری دارد، یک همتی میطلبد. اون همت هم از خود شما به کمک اون روش‌های قانونمند دانشگاهی که انشالله در دانشگاه‌های مختلف عزیزانتون که میرن حتما سعی بکنید تشویق بکنید که پایان نامه‌های خودشون را حداقل باید یه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد، در دوره دکترا یه پایان نامه بدهد. خب چه بهتر اگر توی زمینه‌های ادبیات فارسی تحصیل می‌کند، اگر توی زمینه جامعه شناسی تدریس می‌کند، حتی اگر توی زمینه مثلا برفرض ایرانگردی و نمیدونم اینا میتونن پایان نامه‌های خودشون را، تحقیقات دانشگاهی خودشون را بگذارن و بخش‌های تاریک و مبهم این زبان را باز کشف بکنن انشاءالله. من خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط دلم هم میخواست که خود خانم حیدری بیان صحبت بکنن. ایشون گفتن که من معذوریتایی دارم نمیتونم، علاقه‌مند بودم که خودشون صحبت بکنن، لذا این افتخار را در واقع من پیدا کردم که بیام در جمع شما عزیزان گویشوران، همینطور اهالی فرهنگ و ادب و هنر و صمیمانه از همه عزیزان، به خصوص شورای اسلامی شهر جوشقون، از شهردار محترم، از جناب آقای دکتر جوادی اداره ارشاد و از دانشگاه کاشان و از همه عزیزانی که حالا من متولیش نیستم در امر برپایی این همایش که در واقع بخشی از کاری است که میتوند در واقع این زبان را، این فرهنگ را برای ما حفظ بکند. این بدونید که زبان تکیهگاه تفکرم هست. اگر ما زبانی نداشته باشیم تفکر خوبی هم نخواهیم داشت. من مایل بودم که باز درباره ویژگی‌های زبان صحبت بکنم، منتها مجال و حوصله جلسه اجازه نمیدهد. خیلی عذر می‌خواهم این چند دقیقه را ایجاد تصحیح کردم. ممنون.